با نام خدایا دکتر. سلام دوستان عزیز، میخوام امروز درباره یکی از فستیوال هایی که در یکی از گالری های فرانسه برنامه گذاشته است به شما معلومات بدهم. این فستیوال به خاطر رشد و دستگیری کردن شرکت های محلی که در این محله یا در این شهر کار میکنن و تولید میکنن برای آنهاست و مخصوص این نمایش آنها را کمک میکنه و دستاوردهای آن را به نمایش میگذاره برای مردم که مردم با این شرکت ها شناس شوند و این هم یکی از غمخواری ها و کمک یا دستگیری از حکومت محلی بهره تاجران و شرکت های تولید کننده می باشد. بریم با هم تماشا کنیم دوستان عزیز این نمایشگاه را. سلام دوستان، این هفته در فرانسه هفته مثلا فستیوالی هست که با خاطر شخصانی یا شرکت هایی که در همین محله در همین شهر سر کار دارن کمک با آنها است یا دستگیری از آنها است و امروز ما آمدیم گالری و دیدیم که در اینجا بسیار جالب و دیدنی گذاشته شده از ما میریم همه اینها رو ما به نوار میکشیم. با ما باشیم. این یکی از آنها که در پیش نظر ما می آید این شرکت است، در این محله کار میکند، اینها را چی میگن دستگیری میکند حکومت محلی و ایت چیزا میسازن گوشواره و نمیفهم میگه و اینجا هم میتونین که بیاین قطعی اینا همکاری کنین بسازین هر چی که میخواین و میرین دیگه طرف. دوستان در اینجا شرکت های هستن که لباس و چیزا تولید میکنن. اینجا هم چشم نمایش داشته شده است و میتونین که شما ببینین و درخواست کنین از این چیزا. اینو ببینین حتی میتونین که شمع ها هسته، چشکه و استکان و نمیفهم پیاله و چیزا هسته و میریم با دیگه طرف. دوستان همه اینها در یک گالری به معنی آن که فقط جای خرید فروش نیست و یک جای فرهنگی هم هست و از همه جالب اینجا شخصی که یا کسانی که در ساحه ربات سر و کار دارن اینجا دستاوردهاشون به نمایش گذاشته شدن. اینو ببینید دوستان از کدام متل ها از کدام جنس ها ساخته شدن. اینجا همه چیز به نوار گذاشته شده است. اینو ببینید دوستان هم در یک گالری است، گالری که در آنجا تمامی مغازه ها نمایندگی دارند و میریم دیگه طرف. اینجا هم شرکتی است که از چوب و تخته کار میگیره، یعنی چیزایی نموده ها میسازن. در اینجا شرکت های مثلا عطریات و صابون و چیزا میبرن. این شرکت میبینید خیلی زیباست. این هم در یک گوشه گالری به نمایش گذاشته شده است و میریم با دیگه طرف ها. دوستان اینجا هم کدام شرکتی لباس هست که چیزای خود به نمایش گذاشته است. اینجا چیزای استفاده بودگی نیست که خیلی دوستی بیون به نمایش گذاشته شدن و میتونه که از یا میگیرین استفاده برای نویسان. اینجا دوستان یک چیز دیگه جالب دیگه است. تمام چیزاش ساخته شده است. پاک مدام صابون سیسا ببینید دوستان عزیز اینجا صابون ها با کدام شکل ها ساخته شدن. یک دانهش 15 یورو می باشد و در اینجا نمونهاش هستن. نمونهاش 6 یورو می باشد و در اینجا از دیگه جنس ها گوشواره و نمیفهم دیگه شو ساختن. ببینید که جالب است. دوستان عزیز میریم دیگه طرفی گالری چون چیزی گفتیم خیلی امروز
روزی جشنی است در این گالری. تمام شرکت های محلی نمایش خود را چیزهای خود را به نمایش گذاشتند، جنس ها و کالاهای خود را. خب این طرف هم که مغازه ها هست و این طرف هم که هست جای بازی کودکانه است. دوستان چنانچه گفتیم گالری با معنی اون نیست که فقط یک جای خرید فروش باشد. در اینجا تمام کمیته های یا چی میگن قشره های جامعه فعالیت دارند، جهتی مثلا از نگاه ورزشی مثلا جای کودکانه و جای بازی کودکانه است. سینما دارن، بغیر سینما جای مثلا شستشوی کالاهای و لباس ها هست، خیمچیسکا و دیگر. یعنی شما میتونید وقتی که وارد یک گالری شین از تمام اینها میتونید استفاده ببرین و کار خود را برای بیندازین. گالری با اون معنا کردن که در هر یک کارگری که روزهای رخصتی آزاد است میتونه بیاید در یک روز تمام کار خود را پیش ببره و به انجام برسانه و خیلی هم سهولت برای مردمش ساخته است در فرانسه. چنانچه گفتیم دوستان عزیز، در اینجا شرکتی که یا شخصانی که در ساحه ربات سر و کار دارن و از ربات سازی استفاده میبرن اینجا دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتن. ببینید خیلی هم جالب هم هستن و کسانی که به این ساحه شوق دارن این یک موتیواسیون میشه برای آنها، یک چی میگن هوسمندی نسبت به کارشان. ببینید چند نمو ساخته است و در اینجا به نمایش گذاشته است. ببینید خیلی جالب هم است. عکسی جالب دیدم. ببینید دوستان این همش کمری بالونی ماشین ای. ببینید خیلی همه همش که میبینید ای بالونی ماشین، ای کمری بالونی ماشین ای. ببینید تمام چیزا شبیه همه از این خیلی برای چی میگن برای چی میگن برای کخنیه، برای پشبندک تویست. و یک چیز جالب دیگه شده دیدم دوستان عزیز، اینجا میوکا کردگن ای کامری. اینجا ببینید صدبار ببینید گلی صدبار چه زیبا کاگل، چه خاصان کاگل. ببینید انسان خیلی جالب و دیدنی هم است. بیا نگاه کنید پاکشکه و ای بالونی ماشین ساختگانی دارن. اینا میتونه که کسانی که هنرمندن این بسازن و در فروش بمونن. دوستانی عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. هم کمی معلومات درباره یکی از فستیوال هایی که در یکی از گالری های فرانسه به نمایش گذاشته شده است. اگر هر فکر و درخواست پیشنهادی که دارید در کامنتر به ما بنویسید. از کانال ما حمایت کنید. حمایت شما چی از یک لایک ماندن و یک کامنتر نوشتن و با دوستان خود فرستادن. دیگه شما رو با خدای پاک و مهربان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.